پشتی کمبون دگل تیما پاراستنا نشتیمانی امریکا سروک باراک اوباما دازانین هیزن خوجهی لعراق و سوریه به پشتوانی هیرشن آسمانیان هف پیمانان برای برایتی امریکا بزاوین چکدارن دولت اسلامی تخیبدار دکد. ده هلمت آمه آسمانی دا پترج 11500 ایرش حتی نها هاتی نپیک اینان. نها زحمترین دم ابو داعشه الدم هولن هیرشا ددد ام بزاوینوان تیک ددین. اگر هندک دور لعراق و سوریا دست دابنجی لی نکاریه چه هیرشک آمازن یان دست کفتن ام بدست بخید. سروک اوباما هر وسا گود بونا داعش لسوریه و عراق لاواستر دبد لی لعراق گرجیا سیاسی خورتر دبد کو پروسا پیک اینانا حکومت کا تکنوکرات و ریفورمن سروک وزیر عراق حیدر العبادی تنگجه لرونشتنا دهی پیشنبه یا پرلمان عراق درست کرد یارون قربانی ایکی یه و آلوزیه سروک پرلمان عراقیه تصویت يعتبر اجماع 174 اندام پرلمانی کوپرانیاوان بسر آلی شیعه ونه راضی بون لسر لادانا سروک پرلمانی سنه او رونشتنا پرلمانی بتکرایی رد کری. با اشکرایی اوائیر و چیبوی کرداره که هندک به رابون زور شاشین قانونی و دستوری تیدا بون و باندورل سرکار انجومن ناکت لروژا شنبیه ده کمبون پرلمانی جارکادی دست پی بکن. دنافبرا گرجیا سیاسی دنافبرا فراکسیون شیعه و سنه کرد بیلایان رادوستن. ام کرد ما یخوه کشایش و آریشه چون کد اصل دانا آریشان میه و یا ایکی یا دوی اجندات الپشت هین او اجندات بو مجار دیار دینن. لدمه سنگیا جهان برو شر چکدار داعش دچت آلوزیان سیاسیان عراق نبتنه آستانگن همبر جناف برنا تیروره لبلکو لاوازیا پروسا دانستاندن آشتیا سوریه پرزگریکا دیه. حکومت سوریه هل بجارتن پرلمانی پیکتینت لدمه به میلیونها خلک وی ولاتی آوارنه و دانستاندن پروسا چاره سریه دروشکا هستیاردا در باز دبد. انتخابات هلوست آمد درباره هلبجارتنان ده همود زانن افشانوگریه نه هجای بیت تماشا کرن. دستلاتداریه و گوهستن و هلبجارتنان پیک بینه و دستور بنویسه و اف یا گرینگه بو خلک سوریه. ولاتین یکگرتیان امریکا و حوال بندن و پشتوانی دانستاندن جنیف بو چاره سرکرنا شر نافوی سوریه دکت و هر وسا پشتوانی حکومت عراق دکت بو بهز کرنا بروکن شری ل آلوزیان سیاسی له هر دو ولاتان باندور لسر بزاوین جهانی دکت بو جنابرنا تیروریستن دولت اسلامی ل عراق و سوریه. خالد فتاح دنگ امریکا